اینجا کمپمون رو فول داریم. اینجا توی بارکسمون باید یه دونه والکری باشه. یه گالم میزنیم، والکری رو میاریم پشت گالم، میریم اتک. همینو مثلا میزنیم اگر اوکی بشه. میزنیمش. حالا میریم توی مپ خودمون. دیگه احتیاجی نیست از منابعمون استفاده کنیم. 2 والبرکر میزنیم، والگری رو میاریم پشت والبرکر، بعد گالم رو میاریم وسط، گالم رو پاک میکنیم، یه دونه جم میزنیم، مپمون فول میشه مجدد. 29 والگری. بعد دوباره میخواست باشیم بریم اتک، یه دونه گالم میزنیم، اینو میاریم پشت این و مجدد اتک میزنیم. با اینکه هیچی هم از دارکمون یا الکسیر و سکمون کم نمیشه، اینطوری میتونیم پشت سر هم اتک بزنیم.